سلام، موضوع پادکست امروزمون الگوریتم کبوتر گوگل هستش. تا پایان این پادکست با من همراه باشید. الگوریتم کبوتر چیست و چه تأثیری بر سئو داره؟ الگوریتم کبوتر با هدف شخصی سازی نتایج و نمایش نزدیکترین نتیجه با توجه به لوکیشن یا موقعیت جغرافیایی کاربران منتشر شده. در واقع تمرکز این الگوریتم بیشتر بر روی کسب کارهای محلیه. الگوریتم کبوتر به کاربرانش کمک میکنه که هنگام جستجو کردن یک کلمه کلیدی نزدیکترین نتیجه رو با توجه به موقعیت مکانی و لوکیشن خودشون مشاهده کنن. فرض کنید شما به شمال کشور مسافرت میکنید و بنزین ماشینتون در حال تموم شدنه. بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که تو گوگل کلمه پمپ بنزین نزدیک من رو سرچ کنید. با این کار گوگل با استفاده از الگوریتم کبوتر خودش لیست پمپ بنزین هایی که نزدیک شما قرار دارن رو بهتون نمایش میده و شما راحت میتونید یکی از اونا رو انتخاب کنید و سریعتر به هدفتون برسید. تفاوت الگوریتم کبوتر با سایر الگوریتم ها: همانطور که میدونید گوگل تو این چند سال گذشته الگوریتم های مختلفی رو منتشر کرده. این الگوریتم ها تمام فاکتورهای یک وبسایت مانند محتوا، تصاویر، ویدیو، سئو داخلی، سئو خارجی و غیره رو بررسی میکنه و با توجه به اونا به یک سایت رتبه میده و هر سایتی که بهتر بتونه این فاکتورها رو رعایت کنه به نتایج بالاتری میرسه. اما الگوریتم کبوتر به موقعیت جغرافیایی و مکانی توجه میکنه و بیشتر برای کسب کارهای محلی و کاربرانی که به صورت محلی جستجو میکنن مفید و ارزشمنده. مثلا فرض کنید شما تو شهر تهرانید و گیربکس ماشینتون خراب میشه و دنبال نزدیکترین تعمیرگاه گیربکس میگردید. وقتی تو گوگل عبارت نزدیکترین تعمیرگاه گیربکس رو جستجو میکنید، الگوریتم کبوتر دست به کار میشه و نزدیکترین تعمیرگاه ها رو با توجه به موقعیت مکانی شما یا لوکیشن شما بهتون نمایش میده. در واقع این الگوریتم هم به کاربران کمک میکنه که سریعتر به هدفشون برسن و همین که به کسب کارهای محلی کمک میکنه که مخاطبانشون رو به صورت هدفمند جذب کنن و درآمدشون رو افزایش بدن. چه سایت های سود بیشتری از الگوریتم کبوتر میبرن؟ در واقع الگوریتم کبوتر با توجه به نوع خدمات و ماهیت سایت ها میتونه برای بعضی از سایت ها ارزشمند و درآمدزا باشه و برای بعضی از سایت ها درآمدی نداشته باشه. مثلا یک سایت آموزشی آنلاین رو در نظر بگیرید. برای کاربر موقعیت مکانی این سایت اصلا مهم نیست که این سایت در کجای ایران فعالیت میکنه، بلکه برای کاربر فقط کیفیت و خدماتی که ارائه میده مهمه. همچنین این گونه کسب کارها هر چقدر بتونن خدمات خودشون رو تو کل کشور گسترده در کنن، میتونن کاربران زیادی رو جذب کنن و درآمد بیشتری هم داشته باشن. پس برای این گونه سایت ها الگوریتم کبوتر نمیتونه درآمدی داشته باشه. اما برای کسب کارهای مثل تعمیرگاه گیربکس که مثالشو زدیم، این الگوریتم میتونه هم مفید و هم درآمدزا باشه. نحوه بهینه‌سازی سایت برای الگوریتم کبوتر: برای اینکه سایت رو واسه الگوریتم کبوتر بهینه کنید باید یک سری اقداماتی انجام بدید. اولین اقدام ثبت سایت در نقشه گوگل. یکی از روش‌های بهینه کردن سایت برای الگوریتم کبوتر ثبت موقعیت مکانی کسب کارتون تو نقشه گوگل هسته. با این کار گوگل موقعیت مکانی کسب کار شما رو بهتر درک میکنه و سایتتون رو تو اولویت قرار میده. دومین اقدام درج نام، تلفن، آدرس در تمام صفحات سایت. ربات‌های گوگل اطلاعات آدرس و تلفن رو تو تمام صفحات به خوبی درک میکنه و در سئو محلی تأثیر میده. پس باید اطلاعات آدرس و تلفن محل کسب کارتون رو تو سایت قرار بدید. بهترین مکان برای قرار دادن آدرس و تلفن فوتر سایت هستش، چون که توی تمام صفحات به صورت خودکار تکرار میشه. علاوه بر این
باید صفحه تماس با ما هم داشته باشید و آدرس و تلفن کسب و کارتون رو در صفحه تماس با ما قرار بدید. دومین اقدام انتخاب هاست ملی. برای طراحی سایت میتونید از هاست‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید، ولی هاست‌های ایرانی تو سئو محلی تاثیرگذاره. در واقع الگوریتم کبوتر کاربرانی که از آی پی های ایرانی استفاده میکنن تو اولویت خودش قرار میده. چهارمین اقدام ثبت دامنه با پسوند ملی. دامنه سایت بر سئو محلی تأثیر میذاره. پس وقتی سایت خودتون رو با پسوند ملی .ir ثبت کنید، الگوریتم کبوتر با توجه به سرچ کاربران ایرانی و موقعیت مکانی آنها توجه بیشتری به سایت شما میکنه. پنجمین اقدام ثبت سایت در وبسایت های دایرکتوری. با ثبت کردن سایت خودتون در دایرکتوری ها و وبسایت های محلی معتبر میتونید سئو محلی سایتتون رو بهینه کنید. ششمین اقدام استفاده از زبان نشانه‌گذاری کدهای اسکما هستش. کدهای اسکما مجموعی از اطلاعات کوچیک و اضافه هستند که گوگل به خوبی اونا رو درک میکنه. این کدها به گوگل کمک میکنه تا اطلاعات و لوکیشن سایت ها رو به خوبی تشخیص بده. و در آخر الگوریتم کبوتر یک فرصت ایدئال و ارزشمند برای کسب کارهای محلیه که میتونن با بهینه کردن سایت خودشون برای این الگوریتم مشتریان هدفمند خودشون رو جذب کنن و درآمدشون رو افزایش بدن.